سلام بینندگان عزیز، امروز پنجشنبه 11 مارس است و سرخط آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را تقدیم شما میکنیم. ساعت به وقت دوشنبه 2 به وقت مسکو 12 و در پراگ رسوده است. امروز 11 مارس در تاجیکستان روز مطبوعات تاجیک تجلیل می شود. اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان ضمن مراسم به مناسبت روز مطبوعات در شهر دوشنبه برندگان جایزه لاهوتی را اعلان کرد. با تصمیم این سازمان در بخش رادیو جایزه لاهوتی را به خدایار ولییف از رادیو امروز، در بخش تلویزیون به محمد رجبی حنفی از تلویزیون تاجیکستان، در بخش مطبوعات نائلشاه نورالیف از نشریه آموزگار، حق نظر کریمزاده از گازیته مرام پایتخت و عبدالواحد آیف پوبلیسیست صاحب جایزه ابوالقاسم لاهوتی شدند. جایزه جمهوری به نام ابوالقاسم لاهوتی سال 1968 تأسیس یافته است و هر سال برای بهترین دستاورد روزنامه‌نگاری در روز مطبوعات تقدیم می‌گردد. روز مطبوعات تاجیک برگرفته از سنه چاپ نخستین نشریه تاجیکی با نام بخارای شریف در 11 مارس سال 1912 در شهرک کاگان نزدیک بخارا است. محدود شدن آزادی بیان و لطوکوب و تهدید ژورنالیستان تاجیکستان سالهای اخیر به گفته سازمان‌های حامی آزادی بیان افزایش یافته است. کشور در شاخص آزادی مطبوعات در میان 180 دولت دنیا در مقام 161 قرار دارد. رسا یک سال پیش 11 مارس سال 2020 سازمان جهانی تندرستی اعلان کرد که سرایت کرونا ویروس به پاندمی تبدیل یافته است، یعنی میقیاسی جهانی گرفته است. تخمینا 3 ماه پیش از آن اهل عالم از اولین حادثه گرفتاری به کرونا ویروس در چین آگاه شده بود. بر پایه اطلاع پژوهشگاه جان هاپکینز ایالات متحده آمریکا در دوام یک سال گذشته سرایت کرونا ویروس یا خود بیماری کووید 19 در سراسر عالم 2,600,000 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 118 میلیون کسی دیگر مبتلای بیماری کووید 19 شدند. مقامات تاجیک در آغاز وجود کرونا ویروس را در تاجیکستان تصدیق نمی‌کردند. وزارت تندرستی تنها 30 اپریل سال 2020 سرایت نخستین نفران با کرونا ویروس را تصدیق کرد. با گفته وزارت در مجموع تا 11 مارس امسال در کشور 13,308 نفر با بیماری کووید 19 گرفتار شدند. بر اثر این بیماری 90 نفر فوتیدند. کارشناسان به آمار رسمی گرفتاری و مرگ و میر از کووید 19 با چشم شبهه می‌نگرند و میگویند احتمال شماره قربانیان و گرفتاران این بیماری به مراتب بیشتر از آمار رسمی باشد. در تاجیکستان سر از ماه اپریل دعوتی نوی موسمی بهاری برای خدمت در ارتش برای جوانان از 18 تا 27 ساله شروع می شود. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان روز 10 مارس در این باره قرار امضا کرد. همزمان بر رئیسان شهر و ناحیه‌ها و کمیسریات‌های حربی دستور داده شده است که دعوت متشکلانه شهروندان را به خدمت حربی برهمانند. دعوت جوانان به ارتش در حالی است که اخیراً رئیس جمهور کشور قانونی را امضا کرد که بر اساس آن در تاجیکستان خدمت پولکی نیز راه اندازی می شود. در اولین تجربه در ارتش تاجیکستان این خواهد بود، اما حکومت هنوز اندازه مبلغ خدمت پولکی را که گفته می شود همگی 1 ماه دوام می کند معین نکرده است. موضوع جلب جوانان به ارتش در تاجیکستان سالها باز داغ باقی می ماند. شرایط نامناسب، بدرفتاری با سربازان، مهترسالاری و یا مرگ جوانان در قسم‌های حربی از سبب‌های اصلی سرکشی جوانان از خدمت در ارتش تاجیکستان گفته می شود. همه ساله 10 حالت با زور یا ابله جلب کردن جوانان به ارتش رسانه‌ای می شود. سازمان‌های حامی حقوق انسان میگویند همه ساله 10 حالت لطوکوب سربازان را در قسم‌های حربی ثبت می‌کنند. بر اثر ترمه در ناحیه عینی 3 نفر جان خود را از دست دادند. با اطلاع کمیته حالت‌های فوق‌العاده، حادثه در موضع کومرغ بالا نزدیکی کارخانه مشترک تاجیکستان و چین کوآپراتسیا 19 بیگاهی روز 10 مارس رخ داده است. در نتیجه 3 نفر از کارمندان این تشکیلات، خورسند مراد خلیفایف یک ساکن 51 ساله ناحیه عینی، محیدین بدالوی 40 ساله و مهریدین حسنوی 33 ساله، هر دو ساکنان ناحیه شهرنو زیر ترمه مانده هلاک شدند. به گفته کمیته جسد فوتیدگان با کمک کارمندان کارخانه مشترک از زیر ترمه بیرون کشیده شده به مقامات سپرده شد. در کومرغ بالا یک کان طلا موجود است که تاجیکستان آن را بر عوض ساختمان نیروگاهی برقی به شرکت چینی داد.
گفتگوی هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان اوید به تعیین و علامتگذاری مرزها 16 مارت سال روان در شهر گلستان ولایت سوخت برگزار خواهد شد. با آگاهی و خدمات مطبوعاتی وزارت امور خارجه قرقیزستان، رهبری این نهاد را رسلان قزاقبویف با همتای تاجیک خود سراج‌الدین مهردین صحبت تلفنی را انجام داده مسائل مربوط به همکاری دو کشور را بررسی کردند. جانب‌ها قید کردند که گفتگوی نوبتی مرزی به تأمین امنیت و ثبات مساعدت کرده، همزمان امکان می‌دهد تا تعیین و علامتگذاری منطقه‌های بحثی باقی ادامه یابد. تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 976 کیلومتر مرز دارند، ولی حل نشده ماندن مقام 504 کیلومتر سرحد سالها باز به یکی از مشکل جدی میان دو همسایه تبدیل شده است. تنها در سال 2020 در مرز دو کشور 9 نزاع رخ داده است. شرکت دولتی راه آهن ازبکستان نیت دارد در یک قسمت راه آهن ولایت سوخت تاجیکستان خطی برق کشد تا روهای قطارهای برقی و یا الکتریچکا امکان پذیر شود. اداره های راه آهن تاجیکستان و ازبکستان امضای سازشنامه را درباره ساختمان خط انتقال برق در پهلوی قطعه راه آهن در شمال تاجیکستان بیکاباد کانی بادام بیکاباد به نقشه گرفتند. مأموریت شرکت راه آهن تاجیکستان میگوید جریان موافقه سازی سازشنامه در عرفه انجام یابی بوده، به امضا رسیدن آن در آینده نزدیک در نظر است. در شرکت قید کردند که کارهای پیشکی برای عملی سازی لایحه مذکور از جانب متخصصان هر دو جانب هنوز سال گذشته آغاز گردیده امکانات تطبیق این نیت بررسی شده است. به گفته اداره راه آهن، گذاشتن به استفاده قطارهای برقی به منفعت هر دو جانب است. خراجات بارکشی و مسافرکشی کم می شود، پرتاب مواد ضررآور به فضا از سوزانیدن انگشت از بین می رود، شمار قطارها زیاد می شود که به افزایش درآمد هر دو طرف مساعدت می کند. بینندگان ارجمند، در پایان این نشر سرخط خبرها همچنان نظر داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان. بنابر قربی که بانک ملی تاجیکستان برای امروز نشر کرده است، $1 آمریکایی 11 سومانی و 30 درم، 1 یورو 13 سومانی و 46 درم و 1000 روبل روسی 151 سومانی و 90 درم ارزش دارد. قرب خرید و فروش اسعار خارجی در بانک های تجارتی نظر به قرب رسمی از 1 تا 3 سومانی می تواند فرق کند. بینندگان ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان این نشر سرخطی خبرها. خبر و گزارش‌های دیگر را در برنامه اخبار آزادی تقدیم شما می‌کنیم که پس از 3 ساعت مستقیما در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب و صحیفه‌های رادیو آزادی در فیسبوک و ادنا کلاسیک نشر می‌شود و هم ثبتش را هم می‌توانید آنجا ببینید. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.